ما باید بر رشد زبان شیوا و شاعرانه تاجیکی نیز اعتبار اولین درجه دهیم، چون که زبان دولتی یکی از ثروت‌های مقدس و گرانبهاترین ما میباشد. در شرایط جهانی شوی یعنی تهاجم فرهنگی و زبانی، ما را ضرور است که برابر آموزش زبان‌های خارجی از جمله روسی و انگلیسی برای پیشرفت زبان تاجیکی و توسعه دایره استفاده آن منتظم کوشش و غمخواری نماییم. خاطر نشان می‌سازم که این وظیفه هر یک فردی وطن دوست از جمله پدر و مادران، آموزگاران، اهل معارف و علم، زیایان کشور، کارمندان واسطه‌های اخبار عامه و ادیبان و عالمان مملکت میباشد. بسیار غنی و تاریخی بسا پر افتخار باستانی دارند. مثلا تنها تاریخ 5500 ساله سر است که از جانب عالمان سطح جهانی، مرکزهای معتبر علمی دنیا و سازمان با نفوذ بین المللی یونسکو اعتراف و تصدیق شده است. دلیل ردناپذیر و بی بحث قدیمی بودن ملت تاجیک می باشد. عرض داشتن به فرهنگ و تاریخ باستانی ملت و آموختن آن، اینچنین از خود کردن میراث جاویدانه صدها و هزاران نفر فرزانه خلقمان، یعنی شاعران و ادیبان و عالمان و متفکران برجسته ملت، وظیفه هر یک صاحب وطن می باشد. ما به خاطر حفظ یادگاری‌های تاریخی و تعمیر و نگهداری آنها خیلی کارهای سازنده را آغاز کرده ایم و کوشش داریم که توسط سازمان‌های با نفوذ بین المللی میراث مادی و غیر مادی کشورمان را به اهل عالم هرچی بیشتر معرفی نماییم. سال 2021 برای تاجیکستان عزیزمان سال مخصوص، یعنی جشن بزرگ 30 سالگی استقلال دولتی می باشد. با مقصد استقبال سزاوار این سنه مقدس تاریخی، با قرار حکومت مملکت نقشه چهاربینی‌های آبادانی و سازندگی قبول گردیده است. اعضای حکومت و رهبران اداره و ساختارهایی که به شهر نایا وابسته شدند، رئیسان ولایت‌ها، شهر نایا و جماعت‌های شهرک و دهات وظیفه دارند که اجرای سری وقتی و با صفت چهاربینی‌های طبق نقشه پیش بینی شده را تامین نمایند. بار دیگر تاکید می‌سازم که وظیفه اساسی هر یک ما از رهبر دولت سر کرده تا وکیلان مردم، اعضای حکومت، رهبران همه ساختار و مقامات دولتی و تمام خدمتچیان دولتی صادقانه خدمت کردن به خلق عزیز تاجیکستان، همیشه و در همه حالت در پهلوی خلق بودن است. سال 2020 با تمام مشکلاتش ثابت نمود که ما برای باز هم بهتر زیستن، آباد نبودن وطن عزیزمان و ترقی دادن دولت صاحب استقلالمان نیرو، امکانیت، تجربه، شرایط و ذخیره‌های ضروری را داریم. ما باید تشبثکار و تشکیلاتچی باشیم و سهم بیواسطه خود را در آبادی ملک اجدادی گذاریم. یعنی کار را به خاطر آبادی وطنی محبوبمان طرز تشکیل نماییم که در روند سازندگی هر یک شهروند مملکت شریک و سهمگزار باشد. نظارتچی نشویم، سهمگزار باشیم. اگر کمک کردن نمیتوانیم، خلل نرسانیم. من به نیروی سازنده تمام مردم شریف مملکت، از جمله جوانان با غیرت و زنان و بانوان وطن دوست و صاحب معرفت
اعتماد کامل دارم و دل پرانه اظهار می نمایم که ما همه یکجا با زحمت صادقانه و اهلانه خود تا جشن مبارک و مقدس 30 سالگی استقلال و آزادی تاجیکستان محبوبمان سیمای وطن عزیزمان را تا دوردستترین گوشه و کنار آن باز هم آباد و زیبا می‌گردانیم. یکی از ملت‌های قدیمی دنیا و دارای تاریخی بیش از 6000 ساله بوده، هنوز از دوره‌های باستانی شاهد سواد و قلم، دیوان و دفتر، علم دوست و ادب پرور، دولتساز و دولتدار، معمار و شهرساز، شهردار و شهرنشین، یعنی فرهنگی و تمدنساز و آبادکار و سازنده به شمار می روند. برای همین هم من گشته برگشته تاکید می کنم که ما باید بنیاد کنیم، سازیم، رو افتاده نشویم. من اشاره کردم که بابای و بابا کلان ما شما، اجدادان ما شما کی بودن؟ چه میراث داشتن؟ تمدن ساز بودن، تمدن آفر بودن. چی؟ ما شما کردن نمیتوانیم، ما شما ادامه دادن نمیتوانیم. ما افتخار داریم که تاجیکستان برحق وطن نوروز، صدد، تیرگان و مهرگان است. هر کدامی از این جشن‌ها تاریخی بیش از 6000 ساله دارد و این دلیل نیست باعث افتخار ماست که نوروز باستانی امروز جشن جهانی گردیده است. ما تاجیکان میراث گرانبها و جاودانه هنوز بیش از 1000 سال قبل به یادگار گذاشته نیاگان خود را به یگان مشکلی میخوانیم، میفهمیم، برای تربیت نسل‌های نورس خلقمان استفاده میبریم و به مردم عالم معرفی مینماییم. خلق شرفمند تاجیک ننگ و ناموس وطنداری و حس بلند ملی دارد و با چنین خصلت‌های نیک و سازنده خود میتواند اقدامات از امروز هم بیشتر را عملی کرده وطن مقدس خود را به کشور آباد و پیشرفته و همقدم جهانی معاصر تبدیل دهد. بزرگ مردم کشور باید همیشه در یاد داشته باشند که در شرایط پرتضاد و پرحوادث امروزه حمایه نعمت بزرگترین و مقدس برای هر یک انسان بناموس استقلال و آزادی کار سهل و آسان نیست. حفظ این گهوری بی‌بها از هر یکی ما سعی و تلاش و کوشش و غیرت شبانه روزی، ننگ و ناموس ملی، زحمت صادقانه و فداکارانه و مهمتر از همه اتحاد و سرجمی میخواد. در شرایط نهایت مرکب و حساس جهان معاصر ما باید همیشه در پهلوی یکدیگر باشیم و همدیگر را دستگیری کنیم، زیرا این خصلت نیک به ما و شما از گذشتگان نیکناممان به میراث مانده است. مردم شریف تاجیک این سنت نیک اجدادی را سال گذشته که بسیار وزین و پرتشویش آمد بار دیگر نشان دادند. حسن